کدام روز؟ او روزی که الله تبارک و تعالی در آیات دیگه قرآن کریم میگه که همه مخلوقات را وقتی هلاک میکنه باز پرسان میکنه لمن الملک الیوم، پادشاهی از آن کیست؟ هیچ موجودی در هستی زنده نیست تا جواب بده، تا که خودش میگه لله الواحد القهار، از آن اللهی که یگانه هست و بی نهایت قهار هم هست. در اینجا در قلب انسانی پس دوباره همون ترس و لرزه‌ای که انسان را باید اصلاح بکنه بیدار میشه. فکر نکن این ذات بسیار مهربان هست تو را رها کرده هر کفر و فساد و فحشا و بدبختی که در زندگی انجام میدی رهایت میکنه. نه، روزی است که از تک تک اعمالت محاسبه میکنه. مالک یوم الدین زنده کننده این مفهوم باید در قلب بنده باشه که وقتی میگه مالک یوم الدین، او روزی که الله تبارک و تعالی از ذره ذره اعمالت حساب میگیره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. از پیش الله فرار کرده نمیتونه. بعد از یادآوری عظمت الله تبارک و تعالی باز دوباره به رحمتش متوجه میشه. الرحمن الرحیم. خب او ذاتی که بی نهایت مهربان است، خب بی نهایت مهربان است، آیا این رحمت الله باعث شود که ما دیگه خلاص غافل شویم؟ نه، پس یادآوری میکنه به چی؟ مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا هست. متوجه باش درست از این ذات بسیار مهربان است و بالای تو بسیار احسان کرده، اما کسی است که تو را رها نکرده، تو را بر حال خودت واگذار نکرده. تو فکر نکن دیگه خوبی الله خیلی مهربان است، من هر چی کردم خیره. نه، متوجه باش که یک روزی به نام روز جزا هم وجود داره. روز جزا به معنای پاداش و عوض. یک روزی هست که تو حتما پاداش تک تک اعمالت را باید در مقابل از او استاد شوی و باید بیتی و در اونموت یک روزی اینمی ذات با اینمی مهربانی و عطوفتی که داره مالکش است. از هیچ جا رفته نمیتونی، گریخته نمیتونی، غافل شده از الله تو غافل نیست، فراموشت نمیکنه، در مقابلش قرار میگیری. پس این رحمت و عطوفت پروردگار تو را نباید از این نکته غافل بکنه. به همین خاطر بلافاصله یادآوری میشه مالک یوم الدین. خیلی مفهوم بسیار بزرگ و وسیع در این کلمه داخل هست. کسی که در او روز سخن گفته نمیتونه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جبریل به عنوان بزرگترین مخلوقات در جمع ملائکه ها نمیتونه سخن بگه. پیامبران الهی نمیتونن سخن بگن. در این مت یک روزی تو در مقابل پروردگارت قرار میگیری و از ذره ذره اعمالت باید محاسبه بدی. این مفهوم در حین گفتن مالک یوم الدین در قلب بنده باید بیدار باشه. روزی که انسان نمیتونه ازش فرار بکنه، نتیجهش بسیار خطرناک است، خیلی خطرناک است. اگر تو این روز را فراموش میکنی و اعمالت و اعتقاداتت و مفاهیم زندگیت خلاف این روال حرکت میکنه، نتیجهش چیست؟ نتیجهش عذاب ابدی و همیشگی جهنم که هیچ نجاتی پیدا کرده نمیتونی. نه واسطه بازیت کار میتن، نه سرمایه، مال، قدرت، شوکت، هیچ چیز کار نمیتن. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی به دردت نمیخوره بجز اینکه قلب سالم در مقابل پروردگارت ساد شده باشی. روزی که از تک تک اعمالت محاسبه باید بدی. پیامبران اگر پدرت هم باشه، پدرت اگر پیامبر باشه، تو را شفاعت کرده نمیتونه. چرا؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى. به خاطر که الله اصلا اجازه شفاعت را بر کس نمیده مگر اینکه الله ازش راضی باشه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. کسی اذن شفاعت در مقابل الله را نداره. هیچ کسی. پدرت را ببینی در جهنم میسوزه، پیامبر باشی نمیتونی برش بگی. حتی اجازه داده نمیشه که برش دعا بکنی. او حدیث بارها شنیده باشین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما از الله متعال اجازه خواستم که به من اجازه بدی به پدر خود دعا بکن. پیامبر بر من اجازه نداد. به پدر و مادرش از وجودشان شده، از وجودشان خلق شده، الله اجازه نمیده برش دعا استغفار طلب بکنه. چرا؟ چون مشرک است و الله اجازه نمیده برای مشرک دعا کرده شود. حتی خیلی خطرناک است. و ما شما همین مفهوم را یادآوری میکنیم مالک یوم الدین. در اینجا دوباره ترس در وجود انسان جا میگیره و انسان در حالت عجیب قرار میگیره. به چی نیاز داره؟ دوباره به کمک همین ذات نیاز داره. جمله بعدی ما پس دوباره نیاز خود به الله تبارک و تعالی را برای خودش پیش میکنیم که ایاک نعبد. پروردگار پس من فقط تو را عبادت میکنم چون دیگر راهی نداریم. به خاطر نجات از این روزی که خیلی خطرناک است و همه هستی در هم میخوره، هیچ راهی نداریم مگر چی؟
مگر عبادت خالصانه الله را انجام بدهد. ایاک نعبد، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم. به خاطر این عبادت الله چی نیاز داریم؟ و ایمان و هدایت و توفیق. اینا را از کی باید طلب بکنیم؟ پس دوباره از الله طلب بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث یک دعای عجیبی میکنه، میگه پروردگارا من به تو از خودت به طرف خودت فرار میکنم، چون هیچ راه دیگه برای فرار نداریم. پس به طرف خودت برمیگردم. در هر حالت دیگه راه نداره. انسان مسلمان دیگه هیچ مسیری نداره، در هر حالتی قرار میگیره. پس دوباره باید به کی رجوع بکنه؟ فقط به الله رجوع بکنه. ایاک نعبد، پروردگار فقط از تو عبادت میکنه، فقط به تو را عبادت میکنه و عبادت تو نیازمند توفیق است. از چه کسی را طلب بکنیم؟ ایاک نستعین، و فقط از تو مدد میخواهیم در مسیر ایمان، در قبول ایمان، در مسیر توفیق برای عبادت تو و در مسیری که عبادت خود خالصانه برای تو بگردانیم. فقط از الله کمک میخواهیم. ما شما مفهوم اخلاص در روزهای قبلی توضیح داده بودیم. مفهوم اخلاص زمانی میشه که انسان با عبادت هم تنها نجات پیدا کردن نمیتونه مگر ای که عبادتش خالصانه به خاطر الله باشه. و انسان به خاطر ازی که عبادتش خالصانه به خاطر الله باشه دوباره به توفیق الله نیازمند است. یعنی این مفهوم در ذهن انسان باشه که انسان چی نوع موجود است، با چقدر نقاط ضعف خطرناکی که هیچ راه برای فرار و نجات خود نداره مگر بازگشت برای الله. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو پروردگارا، فقط تو را عبادت میکنم و فقط از تو طلب میکنم، استعانت از تو میجویم. چرا؟ چون کسی دیگه قدرت نداره تایی که مرا در مسیر هدایت قرار بده و کسی قدرت نداره مرا از اونمو عذاب روز جزا نجات بده در دنیا. پس دوباره ما نیازمند به بازگشت به پروردگار میشیم.